دکمه اشتباه زدم. این موقع برنامه آن رو به سکرش میدیدم، یا آقای زنگ زد که چقدر اهانت کرد. بعد من به عنوان یه ایرانی، به عنوان کسی که خدا شاهده اون با زبان فارسی حرف میزنه، من فارسی حرف میزنم، خجالت کشیدم. زنگ زدم از شما عذرخواهی بکنم، الله ببخشه ما رو، انشالله که اون بنده خدا رو هم خداوند به راه راست هدایت بکنه. اگر مطلبی چیزی برای گفتن نداری چرا فوش میدی؟ بیا از حقت، از مذهبت، از اعتقادات دفاع کن. اگر راست میگی با فوش دادن چی رو ثابت میکنه جز اینی که آبروی 4 نفر دیگرم که واقعا حالا به هر صورت دانسته یا ندانسته ایمان دارن، اعتقاد دارن، تو اونها رو هم زیر سوال میبری. من واقعا از شما عذر میخوام و خدا رو شکر میکنم که قبل از مردنم خداوند نور ایمان رو در دل من روشن کرد و تونستم الله رو به کمک شما و قرآنش، کتابی که به راحتی با بنده هاش صحبت میکنه، بشناسم و از خرافات و این حجفیاتی که 2 ریال به درد انسان در این دنیا و آن دنیا نمیخوره. سلام من خدمت استاد مولانا دهقان پدر بزرگوارمون برسونید و از خداوند برای همتون آرزوی توفیق الهی دارم. برقرار و سالم و شاد باشید، پاینده باشید. الله حافظتون. الله یار و نگهدارتون. تشکر میکنم از شما برادر عزیز و بزرگوار. یقینا کسایی که توهین میکنن و اهانت میکنن اینا نمایندگی از خودشون و از خانواده خودشون میکنن و به هیچ عنوان ما اینها رو نسبت نمیدیم به ملت شریف ایران و به مذهب تشیع. کسانی که واقعا پیرو علی باشن و شیعه علی باشن حداقل اخلاق و آدابی رو که علی داره مراعات میکنن.